дар пасманзари нокомиҳое ки дастаи Манчестер Сити дошт, Ливерпул хело хуб бозӣ карда истодааст ва шогирдони Арне Слот тавонистанд дар ин давр боз як ғалабаи дигари бисёр муҳимро ба даст оранд муқобили Астон Вилла ки ин мавсим мисли мавсими қаблӣ хело бозии хуб нишон медиҳад ва бисёриҳо дар бораи он гуфта истоданд ки Салоҳ гӯё аз нав ҷавон шуд дар ҳамин мавсим. Аввалин футболбозе шуд ки аз рӯи системаи гол ҷамъи пас 10 гол зад, 10 гемпаси голӣ ба номаш сабт кард. Хулас Ливерпул дар ҳамин давра баъд аз рафтани Юрген Клоп шояд бисёриҳо фикр карданд ки ин тим ҳам дучори мушкилӣ мешавад, аммо амалан мо бигирем ин тавр нест. من فکر میکنم این وضعیتی که وضعیت نابوبی که سیتی دارد آن نابرقراری که در خود آرسنال است جمع می شود به فایده لیورپول و بسته‌بانی که لیورپول خود خوب بازی میکند باز این ناکامی حریفان ازلی میتواند برایش یک موتیواسی ایلوگی ایجاد کنند ولیکن لیورپول رو دویم هر موسم یک درد سر نمیدهد. ببینید شماره زیادی مساوی‌هایی که میشوند سر آغاز موسم نیمه موسم اخیرا میرسونند در رقابت در پایگاه قهرمانی خلها بد نمیرسند. ببینید منچستر سیتی در چه حالی نباشد چه مشکلی نداشته باشد هر موسم آغاز موسم را نوبرار آغاز میکند بعداً بهار دوباره زنده میشود دیگرها که ضعیفتر میشوند با انجام موسم سیتی برعکس بهتر و پرقوتر میشد خلاش را دیگر بار گرفتن میگیرد. اینها با شماره زیاد مساویشون باز در قفا میمونند باز چون هر وقتا همه در جای خودش میشد سیتی در بالا دیگرها در پس. ببینید حلقه اوزر سیتی لیورپول بازی اعلی دارد نتیجه عالی دارد لیکن سه مساوی که هستند حلقه 5 خالی برتری هم باشد باز هم من پیشگویی میکنم که این چیز میتواند برایشان مشکل ایجاد کند. در صورتی که اگر مشکلات سیتی طولانی ادامه یابد محض چنین پیروزی مهم لیورپول برای نگاه داشتن برتری و ادامه دادن به سمت قهرمانی کمک میکنند. یک یا دو موسم پیشتر بود وقتی که آرسنال با فرقت 7 امتیاز نسبت به سیتی پیشرفت بود همه میگفتند که سیتی این موسم شاید قهرمان نمیشود شاید اون موسم هم مشکل‌های کادری داشت دو موسم پیشتر بود فکر کنم و گواردیولا دسته خود رو برقرار کرد این فرقت 7 امتیاز از بین رفت چگونه که ما میدونیم پس از ماه ینور از روی انهای دسته آرسنال بازی دسته آرسنال ضعیف میشود و عموما این دسته بیشتر امکانات خود را از دست بله این موسم مشکلش دیگر است در این باره بعد گپ میزنیم و همین چیز میتواند با لیورپول هم اتفاق افتاد. حالا درباره اینکه بعد رفتن کلوب دسته برقرار باقی موند سبب اساسیش هم از یک طرف کاری خوبی سرمربی باشد از طرف دیگر باقی موندن همه بازیگران در دسته هستند. کلوب رفت اما کسی دیگر از بازیگران مهم دسته رو ترک نکردند این یک از سبب‌های اساسی است. اما درباره اینکه مثلا ناکامی‌های سیتی و آرسنال انگیزه میبخشد به این تیم عموما این گونه نیست. انگیزه اساسی دسته یک دو موسم به جایزه بازی کردن است. کمک موتیواسی ایلوگی چی خیلی کمک میکنه. ببینید وقتی که فقط در جدول کمک کردن در جدول فقط از روی امتیازها میتونه درباره هوا گپ نمیزنیم. اگر خود لیورپول غلبه نکند پس چی کمک میکند به این دسته؟ این غلبه خود لیورپول است که دسته رو پیشرفت میکنه. شماره خلاص بیشتر لیورپول هم مساوی کنه چی؟ لیورپول هم مساوی کنه. بر ضرر لیورپول اینجا چیز کمک کردن نمیتونه فقط سیتی باخت و لیورپول پیروز شد باز سه خال دیگر برتری میشود 5 خال از هوا براتون نمیشود که 5 خالی آخه این 5 خال با شرافت غلبه دسته لیورپول میشود همچنین به شرافت مقاومت سیتی هم تناسب اگر سیتی شکست خورد لیورپول هم شکست خورد اگر سیتی شکست خورد لیورپول هم شکست خورد ماتماتیک خوندگی نمی‌کنه من ماتماتیک رو نمیفهمم برای همین دعوای زیادتی میکنی آخر این نمیخواد بشود نه آخه فقط برای دسته لیورپول دو چیز کمک میکنه دو چیز کمک میکنه سه خال برتری میشد سه خال نه برای لیورپول تنها دو چیز کمک یکم مهارت خوبی بازیگران لیورپول دوم میکنه یک چیز ایلوگی است اینا میدین یک چیز ایلوگی که کمک میکنه برای بله ایلوگی گفتن حتمی است این خیلی که مثلا آرسنال با لیورپول کمک میکنه آرسنال هیچ گاه با لیورپول کمک نمیکنه انا میخوام گفتن در کار است اینو گفتم باشه رو توضیحاتش گفتن در کار است وقتی که خودت نمیفهمی جمله ساده ای تو درصد میفهمم اینجا بینندگان شاید نفهمن 90 دقیقه شورای میکنی نه شاید بینندگان نفهمن من 100% میفهمم این چیز رو که مثلا یک دسته شکست خورد دسته دیگه غلبه کرد 3 امتیاز زیاد میشه این با شرافت غلبه اون دسته است من اول این چیز نه من فهمیدم چرا شما نمیفهمید خوب بحث به اساس حقوق مؤلفی رو پایمال میکند گپ منو در خودش پغری میکنه نه بحث به اساس تشکر زیاد خب یک سوال دیگه که من یک چیز دیگه بگم این برنامه ناموفق از آغاز شد برای که تو از آغاز با هر سلام ادب نگفتی برای همین بی‌ادبانه دوام می‌یابد برنامه
بچه بس